تنتیل مولایناتان میگه ما از کشاورزای هند یه آزمایشی گرفتیم، آزمایش IQ، آزمایش هوش، و در واقع اومدیم اونا رو وقتی که پول دارن، یعنی محصولشون رو تازه فروختن، یه باری آزمایش استاندارد IQ گرفتیم. آخر سالم که دیگه محصول فروختن و پولاشو خرج کردن و معمولا تو بدهکاری و قرض و اینان، یه بار دیگه از همون آدما آزمایش IQ گرفتیم. هزاران نفر در واقع این کارو کردن. 10 تا IQشون فرق می‌کرده. یعنی همون آدم وقتی پول تو جیبش بوده 10 تا باهوش‌تر بوده. و خیلی شوکه کننده است. 10 تا در آزمون هوش فاصله بین متوسط تا تیزهوشه. میدونید همون آدم در واقع نمیخوایم بگیم که آدمایی که فقیرن آیکیوشون پایین تره. چیزی که داره توضیح میده تنتیل مولایناتان اینه که ماجرا اینه که اونا پهنای باندشون درگیره. همه ما دوره‌های بیپولی داشتیم، همه ما دوره‌هایی داشتیم فشار بهمون اومده، از نظر مالی دچار کمبود بودیم یا حتی کمبود عاطفی، چیزهای مختلف. اونا میگن به هر نوعی اگه ما درگیر کمبود باشیم، قسمت زیادی از ظرفیت ذهن و توجه ما، در واقع پهنای باند ما، درگیر اون کمبود میشه. پس این توصیه هایی که برای همه صادر میکنن که اگه شما فقیرید تقصیر خودتونه، نمیتونید حتما خوب تلاش کنید، خودتون مرددید یا تنبلید، کاملا اشتباهه. هر آدمی آقای صحت تو اون شرایط کمبود باشه یه سری اتفاقا براش میفته. خب ببین، باز یه ماجرا تعریف کنم. من یه مدتی تو باغ کتاب کار میکردم. خب اونجا یه زمانی ما بچه‌های کار رو آورده بودیم که از اونجا بازدید کنن. بعد یه اتفاقی اونجا افتاد که خیلی منو تکون داد. و ماجرا این بود که یه جایی داره، ساینس سنتر، حالا اونایی که عزیزانی که رفتن میدونن، من دیگه باغ نیستم ولی اون دوره هنوز نمیدونم هست یا نه، یه جایی بود که در مورد زیست شناسی اینا به بچه‌ها اطلاعات میداد. اون خانومی که مربی بود، بچه‌های کار نشسته بودن، ازشون پرسید که بچه کیا میدونن سلول چیه؟ و همه دستشون رو بردن بالا، همه بردن بالا. و یهو گفت خب چیه سلول؟ مثلا شما بگو، شما بگو. و همه اونها گفتن زندان دیگه، سلول زندان. درکی که اون بچه‌ها به واسطه شرایط فاجعه باری که درش هستن از سلول دارن، با درکی که من از سلول دارم کاملا با هم فرق میکنه. میدونید این اثر کمبود، اثر فقر، اثر شرایطیه که اون آدم‌ها توی زندگی میکنن. یه اثری که فقر و مغز داره اینه که خود کنترلی رو از بین میبره. مثلا تنتیل مولایناتان میگه ما تو رفتار اقتصادی اجتماعی فقرا یه چیز تکرار شدنی رو میبینیم. اینکه اینا خوبن یهو یه رفتار اقتصادی انفجاری و غلط میکنن. مثلا همون پسنداز اندکشون رو میرن یه جایی صرف میکنن که خیلی غلطه، پولشون از دست میره. و سوال اینه که چرا اینطوریه؟ و اون میگه که تو مغز ما، تصور کنید یه استعاره است، یه عضله خود کنترلی وجود داره. ما دائم باید خودمون رو کنترل کنیم که زیاد خرج نکنیم، تصمیم غلط نگیریم و میگه برای فقرا این عضله انقدر کار میکنه و انقدر اونا دارن خودشون کنترل میکنن که تصمیم غلط نگیرن، حتی تو خرید خاروبار مایحتاج زندگیشون درگیر همه این جزئیاتن که عضله خود کنترلیشون خسته میشه و از یه جایی به بعد مغز دیگه عملا رها میکنه و دیگه کنترل نمیکنه. برای همین تصمیم‌های انفجاری میگیرن. یه اثر دیگه فقر یه مفهومی داره به نام گشودگی. میگه آدما تو زندگی برای اینکه به جایگاه خوب برسن باید خطا کنن و در این حال اصلاحش کنن، باز خطا، اصلاح تا برسن. هم من هم شما تو همه فرآیند زندگیمون خیلی اشتباهات کردیم که اصلاحش کنیم. مثلا یه اشتباه مشترک من و شما انتخاب رشته‌مون بوده، درسته؟ دوستش نداشتیم، اما این امکان رو جهان و طبقه اقتصادیمون که متوسط بوده به ما داده که تصحیحش کنیم. مولایناتان میگه فقرا امکان تصحیح اشتباهاتشون رو ندارن. یعنی گشودگی در زندگیشون خیلی کمه. مثلا اگه یه تصمیم غلط بگیری، یه رشته غلط رو بخونه، خب حالا با وجود اینکه 85% دانشگاه ایران هم پولی هن و یه هزینه‌ای رو با کار فراهم کنه و اون رشته رو بفهمه اشتباهه، دیگه امکان این که دوباره بخواد این مسیر رو طی کنه شاید از نظر اقتصادی نداشته باشه. میتونید چی میگم؟ یعنی میخوام بگم اگر همه آدم‌ها با تصحیح اشتباهاتشون به آدم بهتری تبدیل میشن، برای میلیون‌ها نفر این امکان وجود نداره. یه اشتباه به معنی پایان کار میتونه باشه. میدونید باز تو همین مفهوم گشودگی، ببین باز مولایناتان بررسی میکنن که فقرا بعضیشون حتی با کوچکترین اتفاقات نوسان میکنه زندگیشون. مثلا
اگه یه عروسی دعوت میشن که باید یه کادویی رو اونجا بدن، همین ممکنه 1 سال زندگی اون خانواده رو تحت تاثیر قرار بده. اگر بیماری رخ میده برای یکی از اعضای خانواده، پس لرزه های مالی بیماری تا سالها، و ما در جهانی زندگی میکنیم که پر از این اتفاقاتی که کنترلش نمیکنیم. اینکه چقدر فراخی داره زندگی ما، چقدر گشودگی داره، چقدر ما میتونیم با توان مالیمون مستهلک کنیم اثر قوهای سیاه رو، یعنی اتفاقات پیش بینی ناشده رو، خیلی مسئله مو و میلیون ها نفر از این در واقع محرومن. یه چیز دیگه ای که فقرا خیلی متاسفانه تجربهش میکنن درماندگی آموخته شده است. من از بچهای فقیر محروم و از بچهای طبقات متوسط به بالا یه سوال مشترک پرسیدم. ازشون پرسیدم که اگر شما برای پایان‌نامه دکتری پرسیدم که اگر شما تنبیه فیزیکیشین توی مدرسه یا جایی، واکنشتون به این چیه؟ مثلا یه معلمی بزنه شما رو. خب سوال می‌خواستم ببینم چه خبره تو لایه‌های پنهان روانشون. 93% از بچه‌های طبقه متوسط گفتن این غیر منصفانه است، ما برخورد می‌کنیم، به مدیر میگیم، به خانواده. ولی بچه‌های محروم فقط 31%شون فکر می‌کردن اگه کتک بخورن غیر منصفانه است و معتقد بودن که حتما ما کاری کردیم، حتما ایرادی در من هست و من شایسته اون تنبیه هم شه. یه لحظه ببینین چه خبر، درماندگی آموخته شده. یعنی انگار نسب میشه، انگار فقر تبدیل میشه به یه چیزی که خودپنداری اونها رو انگار حقشونه. در باز تو وسیله نقلیه عمومی رو زیاد میبینیم. عکسایی تو شبکه‌های اجتماعی از پاکبان شریف و عزیز منتشر میشه که در حالی که صندلی‌های اتوبوس خالیه به خودش اجازه نمیده بشینه. میدونید چیه؟ یعنی این خیلی حرف مهمیه. این اثر فقر و کمبود بر این آدما. شکسپیر میگه آقای صحت، هیچ زندانی به اندازه زندانی که ما دیواراشو نمیبینیم ما رو محدود نمیکنه. و وقتی فقر به درماندگی آموخته شده تبدیل میشه، یه زندان با دیوارهای نامرئی میسازه. یعنی به اون بچه ها میگه تو از اینجا تا اینجایی و حتی امکان رویا پردازی های بیشتر رو ازشون میگیره. باز یه چیز دردناک تو پژوهش من که خودم تجربهش کردم این بود که بسیاری از بچه‌های محروم دچار انسداد خیالن، یعنی نمیتونن رویا بسازن. یعنی من ازشون میپرسیدم آرزوتون چیه، رویاتون چیه، و بعد میدیدم اونا متریال لازم برای رویا پردازی رو حتی ندارن و آرزوها انقدر ساده بود که خود من در واقع بعد از یعنی وقتی میپرسیدم یه جایی تو کوچه‌ها گریه میکردم چون جوجه کباب بود. میدونی من از اون آدم پرسیدم تو رویات چیه، فکر کن یه قول چراغ جا، و اون میگفت من جوجه کباب دوست دارم بخورم، ببینم چیه. میدونید یا بعضی وقتا انفجار خیال داشتن، انسداد خیال، انفجار خیال. یعنی دیگه رویا پردازی انقدر دیگه بلند پروازانه میشد که نمیتونستی بهش بگی رویا، میتونستی بگی این یه مسکنه که این میخواد شرایطش رو عوض کنه. مثلا خشم تو رویاهایی که انفجار خیال خیلی جدی بود، اینکه میخوام مثلا به یه باندی که خلاف میکنه ملحق شم و اونجا حقم از این جامعه بگیرم. میدونید اینا مهمه. بریم جلوتر. خیلی قسمت دیگهش تاباوریه. یه آزمایش معروفی هست که به سری آدم یه شوکایی وارد میکردن، شوک مثلا برقی. بعد تو بعضی از این آدما یه گروه یه دکمه برای توقف این وجود داشت، در مورد بعضی‌ها هیچ دکمه‌ای نبود اون نیست. یعنی شما فکر کنید به من و شما شوک میدن ولی شما یه دکمه توقف دارید، هر وقت خیلی آزرده شدید میتونید بگین دیگه نه، ولی من اینو ندارم. بعد نگاه کردن تاباوری اینا چقدر با هم فرق میکنه. آدمایی که یه دکمه توقف رو میزشون بود که اون درد رو متوقف میکردن چندین برابر بیشتر تحمل میکرد، چون فکر میکردن من خودم میتونم کنترلش کنم. ولی آدمی که اون کنترل رو نداشت در اولین چیز در واقع تاباوریش میشکست، فرو میریخت. آسد فقر هم اینجوریه. فقر دکمه توقف نداره، در واقع اون دکمه کنترل رو نداره. اون آدما وقتی تحت شرایط فشار و کم بودن، اینکه یه جا مثلا دکمه رو بزنن و متوقفش کنن وجود نداره. بدهی‌ها پشت هم جمع میشه، معمولا فشارها همین، و این تاباوری اونها رو کاهش میده. تاباوری هم بخش مهمی از موفقیته. ما میگیم باید آدما پوسکلوف باشن، تحمل کنن، ولی کسی که احساس میکنه کنترلی بر شرایطش نداره تحملش خیلی کم میشه، آستانه تحملش.